خفه بودن آریانا سعید در این عید با نامزدش اسیب ساید. آریانا سعید در کدام کشور است و مصروف چی کار باری است؟ کنسرت جنجالی و پر از سر صدای آریانا سعید در کشور استرالیا قرار است برگزار شود و نداشتن برنامه عیدی در این عید از طرف آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید ملکه دلهای افغان یکی از هنرمندان بی‌بدیل، خوش صدا و ناماشنای کشور بوده است. آریانا سعید شهرت و محبوبیت هنری و رسانه‌ای خاص خودش را در جامعه هنری افغانستان داشته است. آریانا سعید بیشتر از 15 سال می شود به طور مسلکی شروع به سرودن آهنگ‌هایش کرده است. کنسرت‌های آریانا سعید در داخل و خارج از کشور برگزار می شود. آریانا سعید از جمله هنرمندانی است که بارها من حیث داور و یاور در برنامه‌های موسیقی افغانستان اجرای وظیفه کرد. کنسرت‌های آریانا سعید در خارج از کشور بازدید بیشتر از 10,000 نفر را در یک تالار می داشته باشد. وی درآمد خوبی از کنسرت‌هایش داشته است. جدیداً آریانا سعید برای برگزاری کنسرت عیدیش به کشور استرالیا سفر کرده است. آریانا سعید اولین عید است که با مردم و ملتش نبوده است و گفته‌هایی که از طرف دوستان و همراهان آریانا سعید در صفحات مجازی نشر شده است ابراز کردند که آریانا سعید در این عید با اسیب نامزدش خفه بوده است. به همین دلیل عید سعید فطر را هیچ گونه‌ای در افغانستان تجلیل نکرد. آریانا سعید اکنون در کشور استرالیا زندگی می کند و آماده برگزاری کنسرت جدیدش است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیدتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.